سلام به شما هموطنان عزیز، عید شما مبارک، نوروز 98 پیروز. امسال هم مهمون داریم، چهره آشنا، دوست خوب و قدیمی من، حشمت خان خالتوری. خیلی خوش اومدین. سین والام، سلام علیکم سرورای سالارم، سرتون سبز، سایتون مستدام، رسمتون سربلند، سیدعلی ساتوری، سرفرازم که سوگلی سفره و سور و سات سال نوتون شدم. سر نمیزنیم با سامورایی. عجب سینوازانی را انداختی حشمت خان. سامورایی کیه؟ شوخی بود شاه پسر، شعر دیگه شاستنم، شیرینی شادیمون بود. تش شاعر میگه این شبی که میگن شب نیست، ای شبه مثل امشب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست، حالا شبی مثل امشب نیست. حالا شما خودت شنگولی. حشمت شق القمر شرفیاب شده که از 7 شهر عشق شرح شور و شادی و شیرینی بده که شاخ شیخ شیاد شکسته و تو شیب شهشرا. شهشرا؟ قهقرا شنیده بودیم، شهشرا کجاست؟ اون پایین تره یکم. حقیقت شین کم آوردم، شما هم سه‌شو بگی دیگه خیته. آها خب خودت خوبی؟ چطوری؟ چه خبرها؟ از دنیای سیاست چه خبر؟ چاکرت بچسبم. والا چاره نمونده واسه عظمای چلقوز. آره، چلوار چلتیکه عباس چاک برداشته، چپش خالی شده و چپقش هم زدن چاق کردن. تو چهارراه چه کنم آچمز، نوچه‌هاش هم مچل چین و ماچین شدن. حالا چرا چونت چین خورده؟ چله؟ چونم؟ چونه پیشونی که وای حشمت خان چه کردی تو با این کلمات؟ یعنی واقعا تسلط به حروف الفبا واقعا منو همینجوری شگفت زده گذاشته. از کجا آوردی این تسلطو؟ والا بین خودمون باشه، به عشق اینکه یه آس جدید رو کنم تو برنامه‌ات، از اول اسفند ما دارن تمرین میکنن تو میری. درود بر شما، امیدوارم که سال خوبی داشته باشی. سلام ما رو به همه عزیزان برسون. بیشتر از این مزاحمت نمیشم. امیدوارم که منظورت که موتورگازی روشن دک 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 میخوای ما رو دک کنی؟ نه بابا این حرفا چیه حشمت خان؟ من گفتم چون سال جدیده و ایام نوروز کار زیاد داری مزاحمت نشیم، همین فقط. عمرن افلاطون ای بشه، اصلا نمیشه. حشمت بیاد و عیدی نده اصلا. بذار من بابا عیدی چیه این حرفا چیه؟ حشمت خان تو رو من خجالت میکشم جلوی دوربین. خجالت چیه؟ بچی بابا شرمندمون درویش چه کند بی هوا ندارد بیش. دست شما درد نکنه. خیلی شما وجودت خودش برای من عیدی حشمت خان. خیلی لطف کردی. خاطر پر مخاطرت خیلی خواستنیه. این خالتوری خط خطی میکنه هر خس و خاشایی که خیال خرم تو خراب کنه. خازن خوبیات خیمه خاطرات ماست. خیر ببینی خاله پسر. خاله پسر از کجا آوردی؟ دوباره کم آوردی؟ نه میاد دیگه تو بانه دیگه. بز من بعدی رو بسات بیام. بز جیبه آخه این کارا چیه؟ عیدی جوونی برو حال تو بکن. بابا دادی یه بار عیدی دیگه. قربون دستت، خیلی متشکرم. برات سال خوبی رو آرزو میکنم. به همه سلام برسون. من واقعا متشکرم از حضورت، از عیدیات. چه شو؟ عیدی نگرفته برم؟ آخ راست میگی، شرمنده. واقعا معذرت میخوام ازت. من واقعا حالا جلوی دوستان بینندم هستیم، من باید یه چیزی آماده میکردم، حقیقت یه هدیه‌ای آماده میکردم. ناراحت نشو، حالا دوستان بینندم ناراحت نکن. خیال ما نقدی هم قبول میکنیم. میخوای کارت به کارت کنیم؟ حشمت خان بد نیست جلو دوربین. چون راستش من الان تنها چیزی که الان همراهم دارم همینه، راستش همین که شما به من دادی. خب نه این که میشه خرج حق و زحمه این یه ماهی که تمرین کردم واسه برنامه درست کردم. ولی خب عیدی رو واسه سلفی دیگه. عیدی بله چشم، بله ببخشید. کیف پولم کجاست؟ بابا کیف پول تو هم ما باید بهت بدیم. کیف پولم دست شما بود؟ آره دیگه. خب پولاش کو؟ حشمت خان یعنی از کیف خودم پول خودم برداشتی به عیدی دادی؟ یه جوری میگی کیفمو برداشتی انگار من همین راحتیه. بابا یه ماه تمام دارم تمرین میکنم که کیف تو از جیبت بزنم آب تو دلت تکون نخوره. عجب داستان درسانی. جیب منو تو نره که قربون شکلت برم. به آدم اینقدر اسیر مادیات. جست ژورنالیستی نگیر ژان والژان. پژو و ژیان پدر جپتو ژله موژه ما هم نیست. ژله از مژده پژنده آباژور ویژه تره.
الان تو با ژ جمله ساختی؟ خوب بود. نه اصلا معنی نداشت. والا 1 سال دارم تمرین میکنم، همه این کلمات کنار هم چیدم، نتونستم معانیشون رو با هم دیگه سینک کنم، اما نکتهش اینه که خواستم این حسی رو منتقل کنم. آخه آدم عاقل با ژ شروع میکنه، الف هست، ب هست، ساده از اینا شروع میکنه. اصلا بلش کن بابا، اصلا شوخی میکردم جون تو، والا به خدا شوخی میکردم. داستان کیف و پول اینا ما اصلا 1 سال تمرین میکنم که بیام تو برنامه با تو یه شوخی بکنم. مثلا یه سلفی با هم دیگه بگیریم این عیدی رو ختم به خیرش کنیم. بیا آقا جون.